سروش کجاست؟ تو دکتری آقا. دختر کجاست؟ بردمشون طرف. کی هست؟ میشناسیش؟ نه آقا، زنشه، دوست دخترشه. نمیدونم چه سنمی باش داره. بیارش ببینم. چشم. وایسا. خانوم مهمون ما هستن. ببرشون یه جای تر و تمیز. ازشون پذیرایی بشه تا من برگردم. بله آقا، بفرمایید، خواهش میکنم. دختر کیه؟ با اون کاری نداشته باش. تقصیر اون نیست. من کشوندمش تو این داستان. کجا پیداش کردی؟ اون منو پیدا کرد. از گذشتهش چی میدونی؟ چیزی میدونی؟ نه. خب چی؟ چی؟ مگه من گذشته‌ای دارم که گذشته این واسه من مهم باشه؟ نداری؟ نه. چی دارم؟ نه بابا فهمیدم چیه، نه خانواده، فامیل، دوست. مثل یه علف هرز قد کشیدم. واسه همین نمک خوردی، نمک دون شکستی؟ از کسی که تو رو از تو نکبت کشید بیرون دزدی کردی؟ آره کشیدیم بیرون. دم شما گرم. منت تا قیامت رو گردن من. ولی چی شد؟ سر سامون گرفتم. کار خوب بهم دادی؟ مجدی